سلام. امروز میخوایم با هم راجع به سکته مغزی صحبت کنیم. سکته مغزی زمانی اتفاق میفته که خون رسانی به بخشی از مغز قطع یا مختل بشه و این موضوع در عرض چند دقیقه میتونه باعث آسیب دائمی به سلولهای مغز بشه. تشخیص زود هنگام و مراقبت سریعش میتونه جون بیمار رو نجات بده یا از ناتوانی‌های جدیش جلوگیری کنه. توی این ارائه میخوایم با هم علائم، اقدامات فوری و نحوه مراقبت از بیماران سکته مغزی رو بررسی کنیم. اولین نکته اینه که ما باید علائم اولیه سکته مغزی رو بشناسیم. بریم با هم بررسی کنیم. اولین علامت ما افتادگی صورته. که چرا اتفاق میفته؟ وقتی بخشی از مغز که کنترل عضلات صورت رو به عهده داره دچار اختلال توی خون رسانی بشه، اون سمت صورت فلج یا افتاده میشه. به همین دلیل بیمار لبخند نامتقارن داره. دومین علامت ما بی‌حسی یا ضعف دست و پا در یک طرف بدنه که به چه دلیلی ایجاد میشه؟ سکته مغزی معمولاً فقط یک نیمکره مغز رو درگیر میکنه. هر نیمکره هم کنترل سمت مخالف بدن رو به عهده داره. پس وقتی سمت راست مغز آسیب ببینه، سمت چپ بدن بی‌حس میشه. سومین علامت مشکل توی گفتار یا صحبت کردن نامفهومه. اگر ناحیه‌ای از مغز که مسئول زبان و گفتار هستش مثل ناحیه بروکا یا ورنیکه آسیب ببینه، فرد نمیتونه درست صحبت کنه یا متوجه صحبت دیگران نمیشه. چهارمین علامت سردرد شدید و ناگهانیه. در نوعی از سکته مغزی که خونریزی توی مغز رخ میده مثل سکته هموراژیک، فشار ناگهانی باعث سردرد شدید، تهوع یا حتی بیهوشی میشه. پنجمین علامت عدم تعادل و سرگیچه هستش. وقتی نواحی از مغز مثل مخشه یا ساقه مغز درگیر میشن، تعادل بدن به هم میریزه و بیمار نمیتونه درست راه بره یا سر پا بایسته. علائم سکته مغزی رو با هم یاد گرفتیم. الان باید بریم ببینیم چجور میتونیم از بیماری که دچار سکته مغزی شده مراقبت کنیم. اولین نکته استراحت و پوزیشن دهی مناسبه. بیمار باید روی تخت با وضعیت مناسب خوابیده باشه تا فشاری به اندامها وارد نشه و خطر زخم فشاری یا همون زخم بستر کاهش پیدا کنه. دومین نکته مراقبت از مغز و علائم حیاتیه. کنترل مرتب فشار خون، سطح هوشیاری و علائم حیاتی توسط پرستار یا همراه بیمار ضروری هستش. سومین نکته کمک در برقراری ارتباطه. بیمار ممکنه دچار اختلال گفتار باشه. ما باید صبور باشیم و با جملات ساده و کوتاه باهاش صحبت کنیم. چهارمین نکته تغذیه و بلع ایمنه. در صورت اختلال بلع از غذاهای نرم و کم خطر استفاده بشه یا تغذیه از طریق لوله انجام بشه که باید زیر نظر پزشک باشه. مورد بعد کمک به تحرک تدریجیه. فیزیوتراپی و تمرین‌های ملایم حرکتی باید زیر نظر پزشک یا متخصص توانبخشی انجام بشه و در آخر باید حمایت روانی و عاطفی داشته باشیم. بیمار ممکنه دچار افسردگی یا اضطراب بشه که همراهی، محبت و حمایت خانواده نقش مهمی در روحیه بیمار داره. اگر با فردی که دچار سکته مغزی هست مواجه شدیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ زمان طلایی برای سکته مغزی خیلی مهمه و خیلی سریع باید اقدامات لازم انجام بشه. اول از همه آرامش خودمون رو حفظ کنیم، اما باید سریع عمل کنیم. هر دقیقه برای نجات مغز خیلی مهمه. فوراً با اورژانس تماس بگیریم. حتی اگر علائم موقت بودن، تماس با اورژانس رو جدی بگیریم. بیمار رو خودمون جابجا نکنیم مگر در مواقع اضطراری مثل آتش سوزی، سقوط و یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه جون بیمار از دست بره. زمان شروع علائم رو یادداشت کنیم. پزشک باید بدون علائم دقیقاً از چه زمانی شروع شدن تا داروی مناسب رو بده. بیمار رو باید به پهلو بخوابونیم که اگر بیهوش شد یا استفراغ کرد راه تنفسش باز بمونه. باهاش آروم صحبت کنیم یا به اصطلاح نذاریم بیمار بخوابه. اگر هوشیار صداش بزنیم و باهاش حرف بزنیم و بیدارش نگه داریم. هیچ چیزی بهش ندیم بخوره یا بنوشه چون ممکنه توانایی بلع رو نداشته باشه و باعث خفگی بشه. خودسرانه هم دارو ندیم مثل آسپرین که برای برخی سکته ها خیلی خطرناکه و باعث خونریزی های بیشتری میشه.